عشقای داداش، چطوری؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. آقا همونطور که قولش داده بودم اومدم با آموزش گرفتن مانتاری رایگان، همونطور که توی ویدیویی که گذاشته بودم دیدید. آقا بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. Let's go. خب بچه ها، همونطور که میبینید بچه یه مانتاری خیلی زیبا به ما داده که شما هم میتونی بگیری، یعنی همه میتونن بگیرن و در ادامه بهتون میگیم که چجوری بیاید این مانتاری رو به صورت رایگان بگیریم. و بچه ها من خودم تو نیم ساعت گرفتنش، آره واقعا میگم تو نیم ساعت، یعنی اصلا کار سختی نیست. فقط با چند مچ پلی دادن میتونید این مانتاری خوشگل رو بگیرید. خب بچه ها بریم که بهتون بگم باید چیکار کنیم. بریم تو بازی. بچه ها اومدیم اینجا که بهتون آموزشش رو به صورت کامل بدم. آقا شما وارد این قسمت میشید، همونجا که دارم با فرشتشون میدم. اینجا میزنید یا دیگه. خب بچه ها اینجا ایونت مانتاری هستش. روی ایونت مانتاری که بزنید وارد این صفحه میشید. خب حالا این قسمت، این اکسچنج که اینو میزنید. ببین بچه مانتاری اینجا هستش. خب یکی از گزینه های این آیتما مانتاریه که توی فاز 3 فکر کنم، آره فاز 3، تو فاز 3 مانتاری هستش. و تو قبلیاش هم جایزه های دیگه ای که دارید میبینید، جایزه هاش بچه خیلی خفنه، مثل این گانه که خیلی خوشگله واقعا. خب بچه شما 150 تا از این سکه ها باید جمع کنید تا بتونید مانتاری رو بخرید. حالا از کجا باید جمع کنید بهتون میگم. ببین بچه ها اینجا یه سری مأموریت داره، خب که مثلا تا اینجا بازه، بقیهش بسته است، هنوز باز نشده. شما میاید داخل این مرحله‌اش انجام میدید. مثلا میگم روی این میزنید، اینجا گو، مثلا اینجا برای من کامل شده، برای شما نوشته گو رو که بزنید وارد مپ میشه. مثلا من یک اینها، مثلا این مثلا بچه‌ها این من اینو بزنم وارد بازی میشه و استارتو که بزنم میریم داخل بازی. حالا ما نمیخوایم بریم داخل بازی. خب شما اینجا که وارد بشید میتونید پلی بدید و بعدش که جایزاتون رو دریافت کنید و وقتی 150 تا شد اینو بگیرید. هر کدومش رو نمیدونستید ماموریتشون چی اصلا کاری نداره بچه‌ها. میزنید روی این و این گو رو میزنید و خودش وارد اون ماموریت میکنتتون و به سرعت میتونید این مانتاری رو دریافتش کنید به همین راحتی بچه‌ها. آقا من که همینجوری آموزش رو بهتون دادم، فقط آقا لطفاً لایک رو بزنید. دم اونایی هم که تازه اومدن و سابسکرایب کردن گرم. آقا همین بود آموزش، چیز خاصی نداشت و به سلامت.